امروز 19 ایول است و استودیوی مرکزی رادیو آزادی نگاهی می‌اندازیم به خبرهای تاجیکستان و جهان. شالدوی گلخوجه هستم. سلام. سرخط بعضی از موضوعها. منطقه درواز هنوز هم با تهدید سیل و باران مواجه است ولی کارهای برقرارسازی با سرعت ادامه دارد. دادگاه عالی اقتصادی بحث اداره انداز و شرکت‌های موبیلی را به نفع دولت حل کرد. اقتصادی شهر دوشنبه قرار قبول کرده بود و مرحله کاساسیونی هم مراجعه کردند و مرحله کاساسیونی هم قرار خود را وابسته به این بحث قبول کرد. و بعد اشغال مفصل از طرف ارتش عراق اهل عائله جنگجویانی به نام دولت اسلامی از بازگشت به خانه‌هایشان خوف دارند. در اردوگاه برتل عائله های جنگجویان گروهی به نام دولت اسلامی و مردم عادی جای داده شدند. ما از آنها خواستیم که خویش و اقربایشان را آگاه کنند تا در بازگشت به خانه به آنها کمک کنند. بعد از ظهر امروز در دادگاه عالی تاجیکستان نخستین مرافعه 10 کارمند بازداشت شده اجنسی ضد فساد آغاز شد. در کرسی عیبداری در برابر آنها 3 کارمند خدمات گمرک و دادستانی کل نیز نشستند. همه این افراد از ماه اپریل امسال به این طرف در پیوند به فساد بازداشت شدند. نزدیکان بازداشت شده ها و همچنین روزنامه‌نگاران برای مشاهده نزدیک جریان مرافعه به تالار راه نیافتند. شیر محمدی شاییان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان روز 17 ایول ضمن نشست خبری گفته بود که مرافعه دادگاهی آنها پشت درهای بسته برگزار می شود. مرکز آب و هواسنجی تاجیکستان هشدار می‌دهد که تا آخر ماه ایول بنابر گرمی هوا خطر بلند شدن سطح آب دریای پنج وجود دارد. این هم در حالی است که در 2 دهه از سیل ضرر دیده ناحیه درواز حالا کارهای برقرارسازی در جریان است. همکاران ما امروز از دهه‌های آفت زده ناحیه درواز برگشتند و این است گزارش آنها. کوچه‌های خالی، مال و اشیای به هر گوشه انداخته، منزل‌های خراب گشته ساکنان دهه خستوی درواز را به یاد روزهای مدهش می‌برد که تصور وقوع آن را نداشتند. سیل بزرگی از جانب افغانستان با شور به رودخانه 5 ریخت و مجرای دریا را برای چند ساعت بست. این ساعت‌ها کافی بود که 22 منزل دهه خستو را با سرعت غیر منتظره با همه مال و اشیا، زراعت و کشتزارش زیر آب برد. هم یکی اومد همه بای خونتن بای خونه بچم یکی یک خالی نکشی نتونستش پرتافتشه هشه درور دیوال پرتافته جون نگرفتیم کش کردیم بومیم رفتم سومکم گیرم نشید کتابم هم تیازم درینه ویروشی سومکم. آن روز ساکنان دهه خستو که بلندی آب رودخانه در داخل دهه را تا 5 متر و از سطح دریا تا 30 متر تصویر میکنند به کوه پناه بردند. چند ساعت بعد مجرای دریا سنگ‌های صد را باز کرد و آب پایین آمد، اما منزل ساکنان خستو را به کام خود برده بود. اول میدان اومد از لطو گذشت خیلی گفتن هیچ گپ نیست که همون ضربه دومش داد یک بالای بالای همون دنبه گذشت دیگه همه گریختن فقط دیگه ما. این حادثه روز 8 ایول ساعت‌های 3 بعد از ظهر اتفاق افتاد. تقریباً 4 ساعت بعد در 25 کیلومتر بالاتر از دهه خستو سیل دیگری از جانب افغانستان راهی رودخانه 5 را بست و 5 منزل ساکنان دهه شیرگاود درواز را زیر آب کرد. اینجا خیریت که توی بدرم میقشلو توی ده همه گودکو توی دادم. من خمیدم اومدم که اوجه آب خنکی بای بدن مرسی. گفتم توبه چی خنکی باشه. تیز دویدم اینجا نگاه کردم که یا ودیدم. بر اومدم بالا سر کردم گفتم او همه خونه را گرفت. همه خلق توی بر اومدن خمیدن اینجا دویدن. ساکنان زیان دیده دهه شیرگاود را در کنار دهه زیر خیمه ها کوچ دادند. آفت زده های دهه خستو را در بینای مکتب دهه جایگیر کردند. سیل در منطقه شیرگاود راه ماشینگرد دوشنبه خاروغ را خراب کرد و ارتباط زمینی دهاتی پایاناب درواز را با مرکزی ناحیه به هم زد. در پی این سیلخیزی 400 متر راه تا دهه شیرگاود می‌برد زیر آب مانده است و امروز وزارت نقلیات کشور با کمک شرکت چاینا رود چینی در حال برقرارسازی راه هستند و از روی حسابات پیشکی برای ترمیم این راه 12 میلیون سومانی ضرور بوده است.
این گزارش اولین از سفر کاری زرانگیز نوروشو و برای یوسفی به نویه دروز بود. روزهای آینده از زندگی ساکنان این نویه و رفع عاقبت‌های آفات طبیعی مطالب دیگر پیشنهاد شما می شود. رادیو آزادی را پیگیری کنید. دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان در بحث شرکت موبیلی تیسل با کمیته اندازی کشور نقطه گذاشته است. سال گذشته مقامات اندازی تاجیکستان در پی یک سنجش شرکت تیسل را به پرداخت نکردن انداز متهم کرده میلیون ها دلار جریمه بست. اما مسئولین شرکت در جواب گفتند که این طلب تیسل را تحت فشار شدید مالیوی قرار می‌دهد. ضمناً از این پیشتر دو شرکت دیگری موبیلی بیلاین و میگافون نیز با کمیته انداز وارد بحث دادگاهی گشته مغلوب شده بودند. محمد وفا زاده موضوع را ادامه می‌دهد. دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان گفت که بحث شرکت موبیلی تیسل با کمیته انداز به نفع اخیری انجام یافته است. ضمن نشست خبری گفته شد که شرکت تیسل از حکم دادگاه اقتصادی دوشنبه به دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان شکایت تجدیدی نظر بردند. دعوا در دایره طلبات قانون بررسی کرده شد. و فکرم مرحله کساتی بیان نوروزی بیان کرده سود اقتصادی شهر دوشنبه قرار قبول کرده بود و مرحله کساتیونی هم مراجعت کردن و مرحله کساتیونی هم قرار خود را وابسته به این بحث قبول کرد. شرکت موبیلی تلیاسان رای شویسیا مالک شرکت موبیلی تیسل در تاجیکستان در ماه ینوری سال جاری با نشر یک اظهارات گفت مقامات اندازی تاجیکستان این شرکت را 155 میلیون سامانی معادل 20 میلیون دلار جریمه بستند. این شرکت در اظهارات رسمی در سامانه خیش که سنه 17 ینوری سال جاری نشر شد گفته بود مقامات اندازی تاجیکستان در پی یک سنجش که دوره از ماه می سال 2015 تا ایون سال 2016 را در بر می‌گرفت شرکت تیسل را با پرداخت نکردن انداز متهم کردند. نصرت الله دولتزاده رئیس کمیته اندازی تاجیکستان در شرح جریمه 155 میلیون سامانی شرکت تیسل از سوی این نهاد گفت این مبلغ در پی سنجش معین شده است و پورا درست می باشد. او در اوایل سال جاری ضمن نشست خبری گفت حالا جانب‌ها در رابطه با این مسئله وارد بحث دادگاهی شدند و پس از حکم دادگاه این مبلغ به فایده بودجه ستانیده می شود. تلیاسان را ماه مارس سال 2010 وارد بازار تلفن‌های موبیل و اینترنتی تاجیکستان شد و با خریداری شرکت‌های ایندیگو تاجیکستان و سامانکام به جای آنها برند تیسل را جاری کرد. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. در عربستان سعودی یک کاربر شبکه اجتماعی با نام مدل خلود به حبس گرفته شده است. چند پیش او در یک نوار ویدیویی با دامن و نیمتنه خیلی کوتاه ظهور کرد. این نوار در جامعه عربستان سعودی مناقشه‌های زیادی را به پا خیزاند. گزارش نوبتی ما در همین باره است. یک زن سعودی برای نشر نوار ویدیو که در آن با پیراهن و دامن کوتاه سیر و گشت می‌کند به حبس گرفته شد. در این باره روز سه‌شنبه تلویزیون اخباری عربستانی سعودی خبر داد. نوار در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیاد به بار آورد و بعضی کاربران در این کشور محافظه‌کار تقاضا کردند که زنی نمایان در نوار مجازات شود. در نوار زنی از میان دیوارهای لایی در یک کوچه بی آدم سیر می‌کند. به قول حالدانها نوار در دهه تاریخی اوشایقیر واقع در 190 کیلومتری شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی گرفته شده است. در نزدیکی های این دهه در عصر 18 پایه‌گذار وهابیه رویه اساسی شاهان عربستان سعودی به دنیا آمده است. در این کشور زنان از رانندگی محروم بوده باید لباس محافظه‌کارانه عبایه بر تن کنند. کایومرسیتا گزارش میداد و برنامه را ادامه میدیم. وزیر کارهای خارجی ایران محمد جواد ظریف ماموریت پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ را به کوشش‌های زهرآلود نمودن فضا با تحریم‌های نو متهم کرد. ماموریت آمریکا 18 ایول اعلام کرد که بر ضد 18 شخص و مؤسسه‌ای که در برنامه تولید موشک‌های بالستیکی شریک هستند تحریم جاری می‌کند. یک روز پیش از آن قصر سفید اعتراف کرده بود که تهران از نقطه نظر فنی به سازش هسته‌ای سال 2015 صادق است. در عین زمان قصر سفید گفته بود که آزمایش موشک‌ها بر روحیه سازش مخالف است. چنانچه این موضوع را من با هانا کوویانی همکارمان از رادیوی فردا در میان گذاشتم. تشکر که دعوت ما را پذیرفتید. اصلا بگویید که تحریم های نو کدام افراد و مؤسسه ها را فرا میگیرد؟
ببینید این تحریم ها به نوعی بهش نمیگن تحریم های تازه، میگن اسامی که نام های یک سری شرکت و یک سری فرد که به یک فهرست تحریم های قبلی اضافه میشن. یک تحریمی پابرجا هست و اینها اضافه میشن. اینها بیشتر شرکت ها و افرادی هستند که با برنامه موشکی ایران در ارتباطن، چون آمریکا میگه که آزمایش های موشکی که ایران میکنه نقض قطعنامه 2231 هست. قطعنامه 2231 چیه؟ این قطعنامه بعد از اینکه ایران و 6 کشور توافق هسته‌ای رو انجام دادن، توافق رو در وین انجام دادن، بعد کشورهای عضو شورای امنیت آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه اینها رفتن در شورای امنیت یک قطعنامه تازه‌ای رو تصویب کردن. در این قطعنامه هم از توافق هسته‌ای حمایت شد، هم از طرف دیگه درباره برنامه موشکی ایران صحبت شد و از ایران خواسته شد که دست به آزمایش‌های موشکی نزنه و در راستای تولید موشک‌های بالستیک قدم بر نداره. اما ایران میگه که این مسئله دفاعی منه و کارش رو ادامه داده. در طول این مدتی که توافق داشته اجرا می‌شده، برنامه موشکی ایران هم ادامه پیدا کرده و چندین بار موشک‌های مختلف رو آزمایش کرده و در مورد اخیر ما شاهد بودیم که بعد از اینکه یک سری حملاتی که ایران گفت تروریستی بوده در تهران انجام شد، ایران حملات موشکی رو در خاک سوریه انجام داد و این اولین بار بود که ایران از موشک‌هاش برای حملات بیرون از خاک خودش به صورت واقعی داره استفاده میکنه و دیگه آزمایش نمیکنه. این تحریم هایی که روز گذشته اعلام شد که 18 فرد و شرکت رو شامل میشد، از جمله 2 شرکتی که زیر مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند، اینها در ارتباط با این مسئله بوده که اعمال شده. شکل پوره این مصاحبه را شما میتوانید در سامانه ما www.ozodi.org و در کانال آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. با شکست جنگجویان گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی در عراق، خانواده‌های آنها را که همراهشان بودند در نیمه راه قرار داد. همسران و فرزندان آنها حالا در یکی از اردوگاه‌ها نگهداری می‌شوند و از بازگشتن به منزل‌های خود بیم دارند. آنها میگویند عضویت نزدیکانشان در گروه تندرو به زندگیشان سایه افکنده، آیندهشان را ناروشن کرده است. سجیده میرزا گزارش می‌دهد. شوهران، برادران و فرزندان آنها کشته شدند. ولی این زنان و کودکان قیمت گران عملکرد جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی را می‌پردازند. حکم گروه داعش در خاک عراق به پایان رسید و حالا سوال مطرح این است که با عائله‌های جنگجویان چی خواهد شد؟ فعلا اکثر آنها در یک اردوگاهی کنار موصل جایگیر شدند. موقعنا الحالي هو مخيم برطله اللي استقبلنا در اردوگاه برتلا عائله های جنگجویان گروه بنام دولت اسلامی و مردم عادی جای داده شدند. ما از آنها خواستیم که خویش و اقربایشان را آگاه کنند تا در بازگشت به خانه به آنها کمک کنند. با آنهایی که تلفن موبایل ندارند ما امکانی تماس می دهیم. لغرض اخراجهم و استلامهم. مردمی بیجا شده به خانه هایشان برمیگردند، ولی خانواده های اعضای داعش جای برای بازگشت ندارند. بر علاوه شبنامه های با تهدید به اهل عائله جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی روی زدند و بعضی منزل های جنگجویان مورد حمله با نارنجک قرار گرفتند. یک سال لازم شد که شوهرم به آنها باور کند. او مهندس بود و این گروه به خدمت او احتیاج داشت. آنها به کمک مهندسان، طبیبان و استادان دانشگاهان نیاز داشتند. او به عقیده بنیاد خلافت اعتقاد پیدا کرد. مغز سرش را شستند. این زن 32 ساله 2 ماه این جانب از شوهرش اطلاع ندارد. به قول صهیب، شوهرش بعد 1 سال عضویت در سازمان افراطی میخواست فرار کند، ولی از این میترسید که دهشت افکنان دولت اسلامی از همسر و 4 کودکش قصاص میگیرند. و روسیه یک جوان تاجیک را که برای فرار از ارتش نسبتش پرونده جنایی باز شده بود به تاجیکستان استرداد کرد. فرهاد نظرов ساکن 26 ساله ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان روز 11 ایول به تاجیکستان سپرده شده است و فعلا در بازداشتگاه نزد دادستانی حربی نگهداری می شود.
اینجا برنامه امروز رو انجام میدیم. اگر میل خوندن و یا دیدن خبرها و ویدیوهای بیشتر رو دارید، پس سامانه azadi.org، صفحه رادیو آزادی در فیسبوک ادنا کلاسیک و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب برای شماست. تشکر که با ما هستید و تا برنامه فردا خدا نگهدار.